عسل دیوانه. عسل دیوانه نوعی بسیار عجیب و متفاوت از عسل‌های عادیه و جزو گرانترین عسل‌ها در جهانه که خاصیت مست کنندگی داره و اعتیادآوره. این نوع عسل توسط بزرگترین زنبوران عسل تولید و در ارتفاعات کوههای کشور نپال پیدا میشه. برداشت این عسل بسیار خطرناک و سخته که مردم بومی اون مناطق با استفاده از ساده‌ترین وسایل ممکن این کار رو چندین بار در سال انجام میدن. علت توهمزا بودن و مست کنندگی این عسل هم به خاطر شهد گل رودندرونه. این گیاه گلدار که گل ملی کشور نپال هم هست حاوی ماده توهمزا به نام گرینوتوکسینه که از طریق استفاده زنبورها از شهد این گل به این عسل انتقال پیدا میکنه. استفاده کم از این عسل باعث کاهش ضربان قلب و فشار خون، مستی و سبکی سر میشه که البته اعتیادآوره. اما استفاده بیشتر از یک قاشق غذاخوری از این عسل باعث مسمومیت، حالت تهوع، بیهوشی و در موارد نادری منجر به مرگ میشه. جالبه بدونید